رئیست کوفتکوف جنوبی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت شهروند بنگلادش حسین عبدالرزاق با اتهام سحری خبر داد. حسین عبدالرزاق که موقتا در کنار شهر وحدت کار و زندگی میکرد، چند مدت باز در بین میزبانانش همچون سیرگر بی‌همتا نام برآورده، گویا به واسطه اشیاء گوناگون قادر به گرمی و خنک کردن مناسبت‌های بین آدمان بوده است. او همچنین با استفاده از هر گونه گیاها و اسباب کرخت فال بینی و بختکشایی میکرده است. در گزارشی که شام 15 آگوست سال 2024 نشر شد، این اعمال حسین عبدالرزاق را مردم فریبی عنوان کردند. گفته می شود کارمندان ریاست کوفتکوف جنوبی وزارت کارهای داخلی کردار مردم فریبانه این شهروند بنگلادش را آشکار کرده، هنگامی از نظر گذراندن منزل استقامتیش یک مقدار گیاهایی که او در کار خود استفاده میکرد یافته و مصادره کردند. حسین عبدالرزاق هنگام بازداشتش در مثال یکی از کارمندان میلیسیا هنر خود را به نمایش گذاشته، با داشتن از یک دستی او در بدنش یک سلسله بیماری‌ها از جمله درد جگر، درد زانو، خنک گرفتن پیشابدان و با چندین بیماری دیگر را آشکار کرد. ولی او گفت در این زمان دل و شش و جگر این مرد خوب است و یگان مشکل ندارد. معلوم نشد که آیا این تشخیص واقعیت داشت یا بافته خیال حسین عبدالرزاق بود. درباره چگونه از بنگلادش به تاجیکستان آمدن و در دهه تنگی مقیم شدن حسین عبدالرزاق در گزارش وزارت کارهای داخلی یگان تفصیل داده نشده است. نسبت به این شهروند بنگلادش بر اساس ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری تاجیکستان با اتهام مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی پروتکل ترتیب داده حسین عبدالرزاق را جریمه بستند. این بند قانون بعد تغییرات تازه ماه ایون سال 2024 به اون وارد شده، همچون جزا برای فالبینی و جادوگری جریمه به اندازه از 80 تا 100 نشان دهنده برای حساب‌ها، یعنی از 5760 سامانی تا 7200 سامانی یا از 525 دلار تا 650 دلار یا حبس مأموری به مدت از 10 تا 15 شبانه روز پیش بینی میکند. مقامات ملیس تاجیکستان از ماه فوریه سال جاری به این طرف معرکه گسترده را به ضد فالبین‌ها، جادوگران و داخانا و جنبرارها برآ انداخته. در این نیم سال گذشته 100 نفر را در شهر و ناحیه‌های مختلف جمهوری با چنین اتهام دستگیر کردند. ساکنان میگویند یک بخش از ادامه این پیشه دست کشیدند، اما قسم دیگر به این کار ادامه میدهند، البته به طور پنهانی و با احتیاط خیلی زیادتر تا که دیگر باره به دست نیفتند.